اون موقع این شم خیلی لق بود و بعد از یکی دو جای شمه، یعنی الان شم رسیده به کف، ببینید شم رسیده به کف ولی همچنان داره لق میزنه. این همون جای شمیه که لق بود. اینجا یه دونه مته 14 میخوره و این قلاویزو، این هم بوشی که از پیج آقای رحمانی تهیه شد. اینا چسب رزوه میزنیم و میبندیم داخل اینجا. تموم شدش هم میذاریم. این هم سرسیلند 200. تو این قسمت شما یه دونه شم میبندید روی این بوش و بوش را وقتی که چند تا رزوشه بستید چسب رزوه را میزنید و سفتش میکنید. این هم از این سمت بوش به همراه شم بسته میشه تا برسه به کف. این هم همون سرسیلند 200 که جای شمش بوش خورد و الان بوش هوندا به صورت فابریک نصب میشه و حالا همونطور که گفته بودیم لق میزنه. ببینید دیگه اون لقی رو نداره با اینکه 2-3 رزوش بسته شده. اون موقع این شم خیلی لق بود و بعد از یکی دو بار که قرار بود برای تنظیم باز بشه این کار مرخص میشه. این هم از این قسمت. در خدمت دوستان هستیم یا